همه ناتو و استکبار جهانی پشت رژیم صهیونیستی بودن. شما فکر نکنید رژیم صهیونیستی میتونه برای ما کاری انجام بده. او اگر نباشد رژیم ناتو و استکبار جهانی توان جنگیدن نداره. اگه سانسور از بین میرم میفهمیدن که چگونه شکست خوردن و به قول حضرت آقا له شدن در این موضوع. در مقابل هر تهدیدی همونطور که در دفاع مقدس ایستادیم، تو طول 45 سال ایستادیم، باز هم خواهیم ایستاد و از بذل جان و خونمون دریغ نخواهیم کرد. جنگ 12 روزه که پشت سر گذاشتیم میرسیم به اون جمعه 23 خردادی که صبح یه دفعه واقعا مثلا هممون بیدار شدیم و دیدیم که سردار حاجی زاده، سردار سلامی، سردار رشید، چقدر آدمای بزرگ همه شهید شدن، همه در یک عملیات تروریستی غافلگیرانه شهید شدن و دشمن فکر میکرد که دیگه قواره ما از هم پاشیده و ما دیگه توان ماندن نداریم و تسلیم میشیم. و شما تو چه حالی بودید؟ ما که ما مردم که خب واقعا دوچار یه شوک شده بودیم. شما چون همرزمانتون رو ما اجازه نداریم که شوک به خودمون وارد کنیم. ما باید در صحنه باشیم. یه فرمانده رفت شهید شد، افتخار داره، فرمانده بعدی میاد. اون رفت، فرمانده بعدی میاد. شما دیدید اکثر عمر حضرت آقا؟ بله، تا در کمترین زمان ممکن همه فرماندهان رو تعیین کرد. یعنی چی؟ یعنی آسیبی به ما وارد نشد. درست ما شهیدانمون رو دست دادیم، عزیز ما بودن، دوستشون داشتیم، فرماندهان ما بودن، اما دلیل نمیشه که سرخم کنیم. فرمانده بعدی تا آخرین رده ایستادیم و جنگیدیم. شما فکر میکنید دشمن چی فکر میکرد؟ دشمن فکر میکرد این اقدام انجام داده پیروز است و مملکت کشور ما رو در اختیار سقوط خواهد کرد. اینطوری نیست. شما ببینید، مقایسه کنید دیگه، مقایسه کنید ببینید همین عملیات دفاع مقدس 12 روزه با دفاع مقدس 8 ساله. بله. تشابهاتش رو نگاه کنید ببینید نوع تفکر چی بوده. من 4 تا از موردش رو برای شما میگم. بفرمایید. ببینید اول هدف اینا چی بوده؟ هدف اولی من اول عرض کردم، گفتم که شکست انقلاب و تمامیت ارضی. توی این 12 روزه فروپاشی نظام و تمامیت ارضی بود. درست؟ بله. دوم هر دوتاش نیابتی بود. اون دفعه نایب صدام بود، این دفعه رژیم صهیونیستی نتانیاهو بود. درست شد؟ سوم، تو صحبتام عرض کردم تمام امکانات جنگ رو شرق و غرب اون دو قطب اون موقع زمان رو به صدام دادن. کمکش کردن که اون وارد جنگ شد. این دفعه همه بودن، همه ناتو و استکبار جهانی پشت رژیم صهیونیستی بودن. لایه‌های چند لایه دفاعی رو براش چیدن که آسیبش نرسه، اما نتونستن. و چهارم، روزهای آخر جنگ 8 سال دفاع مقدس، برای اینکه رژیم صدام رو نجات بدن، استکبار جهانی خودش وارد جنگ شد. مگر زدن هواپیمای مسافربری برای ما 12 تیر یا 29 فروردین 67 که در یک نبرد نابرابر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ناوهای سهند و سبلان و جوشن در خلیج فارس در مقابل استکبار جهانی ایستاد در ماه مبارک رمضان، ورود مستقیم استکبار جهانی نبود. مگر در اسکورت نفتکش های رژیم بعثی استکبار جهانی خودش شخصا وارد نشد تا رژیم رو تو اون مقطع نجات داد؟ توی 12 روزه چی شد؟ مگه آخرش ورود نکرد؟ بمب افکنای امریکایی. 4 تا بعد مهم تشابه مهم داره این دوتا جنگ با هم دیگه. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که استکبار جهانی رو برای ما ایستاده و مردم ما افتخارشون این است که اگر میجنگن با استکبار میجنگن، با یه دشمن کوچیک نمیجنگن. شما فکر نکنید رژیم صهیونیستی میتونه برای ما کاری انجام بده. او اگر نباشد رژیم ناتو و استکبار جهانی توان جنگیدن نداره. مگر دشمن ما عمق استراتژیک داره؟ مگر دشمن ما چند نفر جمعیت داره؟ مگر اقتصادش چگونه است؟ مگر تاباوری ملت در جنگ چگونه است؟ اگر که سانسور نکرده بودن و نشون میدادن که چه اتفاقی افتاد در حملات و ضرباتی که ما به رژیم صهیونیستی وارد کردیم، ملت متوجه میشدن که چه شد که آمدن جلو. چه کسی معمولا در جنگ میاد دنبال پیشنهاد آتش بس میده؟ اون که داره آسیب میبینه پیشنهاد میده دیگه، اون اومد جلو. اما خب دوربیناشون کاشته بودن، چیزی رو نشان میدادن که
خودشان میخواستن. بله بله. و اگه سانسور از بین میرن میفهمیدن که چگونه شکست خوردن و به قول حضرت آقا له شدن در این موضوع. اون که دشمن ما نیست، نمیتونه، استکبار است. شما نگاه کنید آنبار بگید چقدر بعد از همون تا حالا امکانات و تجهیزات دوباره براش آوردن. همین ما بعد یه زمان اون رو به پایانه جنبندی هم بفرمایید. خب الان 2 ماه تقریبا با کم و زیادش از جنگ، من میخوام این جنبندی رو بگم عرض بکنم. شما اونجا فرمودین که همون اتحاد و همدلی و هماهنگی و انسجام مردم در 8 سال دفاع مقدس ما ایستادیم، سرافرازانه ایستادیم و شکست دادیم دشمن رو و امروز هم افتخار میکنیم و میخواهیم آنچه که اتفاق افتاده با عنوان افتخار به نسل‌های آینده منتقل کنیم تا بدانند و این خط رو ادامه بدن. و اون هم چیزی نیست غیر از ادامه دادن راه شهدا و همون اتحاد انسجامی که شما فرمودید. یکی از اهداف دشمن در جنگ 12 روزه یا دفاع مقدس 12 روزه تفریقه بین مردم بود. وقتی که زندان اوین رو زدن دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که اغتشاش ایجاد بکنن. بله. وقتی که میرن سراغ مثلا فرمانده انتظامی دنبال چی هن؟ میخوان اغتشاش انجام بدن. وقتی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی میاد توی صدا سیماشون بیانیه میده و از مردم ما دعوت میکنه، فکر میکنی عکس العمل مردم ما چی بوده؟ طرفداری بوده یا اعلام نفرت بوده؟ بله نفرت. این خودش به این دامن زد که اتحاد و انسجام و همدلی و هماهنگی مردم ما همانند 8 سال دفاع مقدس محکمتر شد، ایستادن و برای دفاع دینشون و مملکتشون خواهند ایستاد. و ما هم به عنوان نیروهای مسلح این آمادگی داریم، با عرض کردم با همون پیشفرض حمایت همه‌جانبه مردم در مقابل هر تهدیدی، همونطور که در دفاع مقدس ایستادیم، تو طول 45 سال ایستادیم، باز هم خواهیم ایستاد و از بذل جان و خونمون دریغ نخواهیم کرد و دشمن این رو به گور خواهد برد که بتواند هدفی رو به نتیجه برساند در داخل کشور ما. انشالله که همیشه برقرار باشید و پیروز و پاینده. انشالله که تاباش سربلندی شما و نیروهای مسلح هم باشه. اما یه اتفاق مهم دیگری هم در این جنگ 12 روزه افتاد و اون این بود که خب ما سالها فعالیت‌های نیروهای نظامی خب به واسطه حفاظت اطلاعات و به واسطه مسائل امنیتی اونجور منعکس نمی‌شد، با یه اطلاعاتی میومد بیرون و ما خیلی فهمی از ماجرا نداشتیم. این جنگ 12 روزه 2 تا چیز رو برای ما نشون داد. یکی قدرت تاکتیکی و قدرت تکنولوژی و قدرت رزمی نیروهای مسلحمون. دوم شجاعت سربازان و سرداران ما بود. اخیراً همین مصاحبه‌ای که صدا و سیما منتشر کرد از اون عزیزانی که پای لانچرهای موشک‌هایی بودن که با چه شجاعتی می‌جنگیدن، یا گزارشی هم مصاحبه خلبانانی که ما داشتیم. از این ارتباطه، از این پیوستگی بین ملت و نیروی مسلح هم برای ما بفرمایید. تقریباً هم 2 دقیقه زمان داریم. ببینید من در بحث پیوستگی ملت و نیروی مسلح خیلی صحبت کردم، اما در همین جنگ 12 روزه اگر تمام کسانی که به درجه رفیع شهادت رسیدن، مثلا بچه‌های پدافند هوایی آگاهانه پای قبضه‌ها ایستادن و شهید شدن، بچه‌های موشکی سپاه آگاهانه پای سامانه‌ها ایستادن و شهید شدن، یعنی تو موضع نبودن، مجبور بودن پای قبضه‌شون باید می‌ایستادن، اما آگاهانه بودن، آگاهانه شهید شدن. اگر فرمانده مثلا تیپ در ایلام میاد پای قبضه و مقابله میکنه با هواگردهای دشمن و شهید میشود، تیپ ابوذر نیروی زمینی، آگاهانه نبوده؟ اگر که نیروی زمینی، ارتش، سپاه، فرمانده انتظامی در مرزهای زمینی ما آگاهانه نمی ایستادن و در مقابل تهدید مقابله نمی کردن، آیا آسیب‌پذیری مرزهای ما بالا نبود؟ حتما بود. اگر موضع‌گیری محکم حضرت آقا در این جنگ اینجوری خودش رو نشون نمیداد، ما آسیب نمیدیدیم؟ میدیدیم. این همه اتفاق افتاد و همه پای موضوع بودن، اتحاد برقرار بود، نیروهای مسلح همگی متحد و منسجم با بهره برداری از امکاناتی که به دست توانمند خود مردم این کشور و صنایع دفاع و دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان ساخته شده جنگیدیم و ایستادیم. این باز نشان دهنده همون اتحاد است، انسجام است،
استفاده از علم است، دانش است و اقتدار مردم و کشور است.